شدم دیگه نمیتونم براش بچه بزام. خب دخترم مرد که مرد چی کارش کنم؟ خورش میفته گردنه حاجی دنیا گلدار من سمت حاجی اسرائیل پامیزونی اداله جواب پس بده به من چی؟ دوباره چی تو شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ حد خانم تو این خونه؟ صدا لاغ شکسته یعنی اومدیم تو خونه استراحت ها کسی تو شده؟ اون وقت که بهت میگفتم این دختر بی سر و بی پاسا به من میگفتی تو حسادت میکنی حالا برو ببین من که جوون و خوشگل بمونه دارم چه بلایی داره سری خودش میاره ببین شابدون ما سری شما هوا بردیم شما تو این خونه بر علیه این دختر پاک و معصوم هر روز یه برنامه تازه جور میکنیم همون شما چیکار کردم؟ چی میدونم چون که جوون ترا نزید ترا ظاهر ترا خودت نمیتونی ببینی خوبه جوون ترا قشنگ ترا جاهل ترا نزید منو گرفتی به روز سیانی شدی بستی حالا نجابتی این دختر بی سرای پاره به روح من میکشی کسی بکردی؟ اصلی معلوم نیست چیشی به خورده داده که منو جلو چشات سیاه کرده حاجی شما از شبیه اول عروسی جلو چشی من سیاه بودی من سیاه بعد کم رنگ انداخت اینجا خسم خالی شدی بعدم یه سزایی اینجا زایدنه تا اصلش دارم آرزو دارم بسه میخوام زنی جوون میسونم قاطیلش میکنم دیگه نمیتونی بزا میتونم بزام خوبشم میزام دیگه 100,000 تومن ادنم همین یه بزن 1,000,000 تومن بدی یا برای تو آدم یعنی برای من میزنی برای چه سیگه میزا اگه شما خراب گرفتم و تا دیگه شدم میزام خوبشم زدم تو بهشت یادت رفته؟ کدوم روزا؟ چه شده؟ یادت رفته اسپانه میمدم در این دکونه ازت خرید کنم میدیدم با این چش ابروات با من چیکار میکردی؟ من چیکار میکردم؟ ما یه خار بار فروشی جوون سرم شلو تو با ننه میمدی در دکونی ما سیکی ننه چا بر نمازه ده پس میکردی همین شما مرتب به من چراغ میزدی حاجی من چراغ میزدم یا شما؟ من برای ننه چراغ میزدم که نه سرده نه خب است که میگی خر شده حالا که خر شده چی کارت کنم دیگه من اعصابم خورده است در دکونا بداره شنبه رفتم در دکون ببینم ذهنم کردم 100,000 تومان میگم چی تو شده میگن فقط جنس تقلب فروش میگم من کار بار فروشم نخودآلو یا کوزش تقلبی میگن از هر گونی جنس 1 کیلو بردن نیم کیلوش آشغال بده نیم کیلو جنس میگم بابا عمده فروشاتوش آشغال کردن 100,000 دادیم رفتیم دوشنبه رفتیم آقا جنس دو تقلبی میگن دوباره چی تو شده میگن تو روغن ادون سیب زمینی پیدا شده اینه که شاهدم میگم بابا این دیگه جایزه داره الان هیچ از سیب زمینی پیدا نمیشه تو روغن ما پیدا شده 200,000 تومان دادیم رفتیم پرچم دادن در دکون که این مغازه تعطیلا گرون فروشی کرده درک شوشم خانومه مبارکتون باشه خلاصه اومدم تو خونه بشینم یخته خوبا این هر بودا به برسیم کارتو بکنی بزنیم بدون رو سلام بگیم حلوا نه یه بشت مالی بالاخره لاغر حرصم نریم 2 تا کلمه ازت پرسیدم این هر حاجی این دختره با کاری که یاد گرفته سینست که سرخاب سفیدا بمانه آزار و تیزار بکنه یه مانتو کوتاه بپوشه تا اینجاست آهی بره تو کوچه و بازار غیرت کار می‌کنه خاک به سری بیلی آقتی من بکنن که از اول وقت اقبال نداشتم که نداشتم ببین پس ما چقدر بدبخت و بی‌وقت اقبالیم که با تو بی‌وقت اقبال زندگی کردیم ما با تو بی لیاقت به تو لیاقت نداشته ای که منم بی لیاقت لیاقت خانومی من از واسه چی بود مثل آرتیست سینما می‌مدی همین کاراتو که خانوم کوچیکه دور میکنم این شاورمون به یک اون آرایش میکنه ده آزار تیزار میکنه تو هم میکنی
منتها اون زبون و جاهل خوشگل اسمش میاد ولی به تو دیگه نمیاد. دیگه خوشگل آزارتی زارش برای چیشی اون میخواد خوشگل پر بشه که حرفی توش نیست که بلند شما یه نگاه به خودت بکن تو آینه کردم ببین چقدر خوشگلی بده ای کاری. نه خوشگل برای اینقدر قشنگم باید برای خدا بسپردم بعدش دیرو اصلی ندونم به کاری سرخابارا تاپاله ماله رو به خودم هر کی ندونه تلفن سرخی گرفته تو بلند شما یه سر شناسنامه بزن دیگه شناسنامه شما دو سر خدا کوچیک داری حاجی خجالت بکش پالا داری میزایی رو خورده نون آقا چاره میکنی دو کلمه ازت پرسیدم این حرف بشه ببین سرنم شن گرا انداخته یا ده حاجی ازش چیز دیدم چی دیدی؟ چی دیدی؟ به ازش حاجی دیدم چی دیدی؟ خب بگو بی چش هم چشی ها بگو چی دیدی؟ به با پسرمون محسن آقا ببند ریش. پسرمون محسن آقا جیبا بوکدن شابگون بعد این دنیا یه دنیا دیگه بعد جواب بده یا جواب میدم باریکل آقا محسن دانش جوره دانش کده میره اعتقاد داره زنها در اجتماع قابلی احترامم احترامی که آقا محسن به نمادریش میذاره احترامی است که یه دانشجو به یه زن میذاره نه من چه چیز دیگه نکنه احترام داری تا احترام دختری که قرار بوده برای پسرت بسونی بعد درنگی کردی برای خودت گرفتی آقا ما رفتیم یه دختری خوشگل بازی که پیدا کردیم دیدیم آقا محسنمون هنوز زوده درسش تموم نکرده سربازیشا نرفته دهنی به چه شیر میده استعدادی زنداری نداره چه استعدادی نداره؟ پدر بزرگ جواری بعدم دیدیم این دختره حیف سز دستش بده گرفتیمش برای خودمون شما میباد رضایت بده ده همین کارا رو کردی به کلف مالزی آقا پیرو زنگ اسم من نمیگه پول زنگ زدم بهش پرشبا میگم که کجا میبینم ازدهام میام خب چه درس میخونه تو ازدهام بهش میگم کجای میگه زون میگه که ما با بچه آخر هفته میره موزا درس بخونیم بابا اینه اینجوریه تو تمامی هم از اولی ابتدایی درس خلاصه داشتیم حرف میزدیم یه صدا لطیفی هم گفت محسن جون بیا پر دیدیم نگاه کن 50 سال زندگی بوده نه ما نگفت محمود جون خلاصه همینجور دلی ما را پرچشون مالزی بسه به همین خود خانومتون بهتون میگن بسه حاجی تو با تو حلوش ها محلی شرکی پا بذاری یا یه زن داری پهلو بغل هر زنی هم که نگاه کنه یه بچه حاجی خوابیده آقا دارم دست بار دارم نیست یا ازمون نمیری بفرمایید من ماشینی جوزه کشیم نه به پوستم خلافته پوستی شما چی پوستی من که نازک ولی مال همه دونه نه ده پوستی تو مال همه دونست که از رونی میری چه کردن؟ جریمه کردن دریدو خونه ده بستن عکس صاف مورد تو این روزنامه چاپ کردن به تموم این کار رو با بزرگو میکنن خره همه رفتم کرده گندا آره میشین دلتو به این حرفا خوش کن یا تو خونه کارت شده که من بری یا به این کلفته باش ما که طرف کنم ولی با کلفته بعد ما پس فردا باید جواب بدم اون دنیا به من میگم یه همچی کلفته خوشگلی داشته بهش بر نرفته گفرونی نمه کرده همچه برای کلفته حالا دارم تو جهنم که میشین دلتو به این حرفا خوش کن همه درم میگن حاجی دوزده حاجی کلا برداره کارت شده میری رو پشت برو خدا مردم چش چرونی یا میری سنگ میندازی به زن و مردم خدا منو نیامرزه دیگه من سنگ انداختم من یه دیگه انداختم اونم یه دیگه کوچولی مرض داشتی؟ نه ما بعد زور داشتیم نیمه دیدم در ماسور دیدیم گنزیشکا اومدن آ سبزیه که شما یک کیلو ازدن خوشه خیلی اومده این برم دلت برا من سو یه سنگ برداشتیم قلاب سنگ انداختیم وسطی گنزیشکا که این سنگم صاف رفت خود بزنی مردم